سلام دوستان، چطوری؟ خوشین؟ سر سلامتین. هدفم از این انیمه کت این بود که همینجوری یهو رفتم سر حدس مطلب، ببخشید، ولی من میشه هدفم از این انیمه کت این بود که بیام بهتون اعلام کنم با این صدا قبلی که صدا لوفی بود، از نظر خودم که صدا لوفی بود، نمیشه بیاره روی این کانتنت یا این کانال، یعنی همین کانال کینگ لوفی، مثلا بیاین با صدا لوفی بریم. یکم اینجا جدی تره از دوبله، یکم فاصله گرفتیم اینجا، نمیشه مثلا بیایم چیز کنیم دیگه، صدا اونو بذاریم. به نظر خودم هم شما اینجوری بیشتر دوست دارین و برای منم بهتره، چون صدا خودم میام حرف میزنم و میذارم وسط، به نظر خودم بهتر. و ببخشید مثلا یکم ادیت ها بده، یا مثلا ویدیو اول بده، یکم بچه بازی شده ویدیو دیگه. حالا ببخشید، از این بعد سعی میکنم ویدیوهای با کیفیت تری بسازم نسبت به ویدیوهای قبلی دیگه. تمام تلاشم میکنم. اون ویدیوهایی هم دیدین فکر کنین مثلا بار اولم اینا دیگه، سعی کنیم ویدیو بهتر کنم. سخته، میدونی که ادیتور پیدا کردن، خود تنهایی هم ادیت کنی هم دوبله کنی، دوتا کانال رو بچرخونی سخت. حالا این کانال زیاد چیزی نداره ولی مجبورم دیگه، بس سخته. چیکار کنم؟ نمیدونم، ولی قرار مثلا با این صدا بیام تو این کانال حرف بزنم، کانال کینگ لوفی. باز هم شوخی میکنم اینجا، ولی دیگه نه به اون صورت که لوفی وارد کنم توش، ولی بازم اینجا شوخی میکنم. نه ترس دیگه اون قدم جدی نمیشم، مثل این لاتولیتای چیز هست یوتیوب هستن دیگه، کلا میان جدی میشن و میریدن به تک تک مخاطبا. نه اینجوری هم نمیشم، همون جنبه شوخم دارم، ولی نه دیگه با صدا لوفی کمتر، چیزی کمتری باشه. خلاصه که اومدم همین رو بهتون بگم. نمیدونم حالا میخواین ویدیو نگاه کنین یا نه، زیاد بیوان نمیخوره ولی نگاه کن. میخواستم قبل اینکه ویدیو بعدی رو بزنم که خبری بهتون بدم. رو کانال استادیو انیمه بیشتر کم فعالیت میکنم به خاطر اینکه دوبلوران براشون مشکل پیش اومده، نمیتونم بیان، یا خودم هم دارم هم این کانال برایش محتوا میسازم، هم برای اون کانال دارم میسازم. سخت، خیلی سخت. مثلا میبینید که من همیشه معمولا ویدیوهای 1 دقیقه‌ای میذارم، این مجبورم. خلاصه که سابسکرایب و لایک یادتون نره. بسو کلام.